خوش آمدی به پادکست سلامت. امروز میخوایم در مورد سندروم متابولیک صحبت بکنیم و آثار و عوارض اون بر بدن انسان. سندروم متابولیک یک اژدهای هزار سر هست و اگر بخوایم از بعضی از این سرهای ملموسش صحبت بکنیم، میشه در مورد بیماری‌های قلبی نظیر سکته‌های قلبی، در مورد سکته‌های مغزی، فشار خون، حتی میگرن‌ها، بیماری‌های نورودژنراتیو مثل آلزایمر، زوال عقل، پارکینسون، MS و مثال‌های این چنینیش بسیار بسیار زیاد هست. من به همینا بسنده می‌کنم که قابل فهم هست برای عموم مردم. اتفاقی که میفته توی سندروم متابولیک این هست که فرد انعطاف متابولیک خودشو از دست میده. به این معنی که بدن ما میتونه دو تا سوخت مختلف رو استفاده بکنه، ازش انرژی تولید بکنه. یک سوخت گلوکوز هست که وقتی بدن دریافت میکنه اینو میتونه توی چرخه میتوکندری تبدیل بکنه به ATP و انرژی برای کارهای روزمره انجام بشه. یک سوخت دیگری هم که هست و سوخت بسیار خوبی هست برای بدن، سوخت چربی ها هست. اتفاقی که میفته در دنیای امروز، در دنیایی که صنعتی هست و انسان مدرن به سهولت دسترسی داره به تمام غذاهایی رو که میخواد، به وفور کربوهیدرات توی غذاش هست، از اون لحظه‌ای که بلند میشه و تا لحظه‌ای که به خواب میخواد بره، به طور مدام این سطح قند خودش رو بالا نگه میداره. سطح بر اثر خوردن گلوکوز و نشاسته و کربوهیدرات هایی که بد هستش و فرصتی برای بدن باقی نمیمونه که بره سراغ چربی ها و چربی ها رو بتونه به طور پاک و تمیز بسوزونه و بدن ازش استفاده کنه به صورت کتون یا کتون بادی ها که سوخت بسیار خوبی هستش. اتفاقی که تو اون حالت اول میفته اینه که فرد به طور مدام سطح گلوکوز خودش رو بالا نگه می‌داره. به محض اینکه سطح گلوکوز میفته پایین، فرد دچار گرسنگی میشه و دوباره یه ذره بامپش میکنه با یک اسنکینگ و با غذاهای مختلفی که در دسترس هستش. بدن سعی میکنه که سطح قند خودش رو به صورت خیلی دقیق و منظمی تنظیم بکنه. نمیتونه گلوکوز سطحش خیلی بالا و پایین بشه، برای بدن عوارض زیادی به جا میذاره. اتفاقی که میفته اینه که پانکراس میاد انسولین ترشح میکنه، یک هورمون بسیار مهمی هست در تنظیم قند خون. بنابراین شما وقتی که کربوهیدرات یا گلوکوز رو مصرف میکنین، سطح انسولین هم باهاش میاد بالا که این گلوکوز رو ببره پایین. حالا وقتی که این اتفاق به طور منظم و مکرر در طول روز میفته، هی سطح قند میره بالا، سطح انسولین میره بالا، بعد سطح قند رو میاره پایین و سطح انسولین به محضی که میخواد بیاد پایین، دوباره این به صورت یک سیر تناوبی ادامه پیدا میکنه و باعث میشه که سطح انسولین نتونه به طور درخور پایین بیفته. سطح انسولین بالا که به صورت مزمن اتفاق میفته، منتهی میشه به اتفاقی که میشه بهش گفتش که انسولین رزیستنت یا مقاومت به انسولین. یک قانون بیولوژیک هستش که خیلی ساده هست، میگه too much of everything will lead to resistance to that thing. به این معنی که مثلا من خیلی از بیماران مراجعه میکنن به من، مصرف الکل میکنن، بعد از یک مدت میاد میگه که من دیگه الکل مصرف میکنم دیگه به من اثر نمیکنه، باید دوزش رو هی مدام بالا ببره به خاطر که اون بدنش مقاوم شده به الکل. یا کسایی که مواد مخدر استفاده میکنن، مواد مخدر هم اولش ممکنه فردو با مقدار بسیار کمی به اصطلاح بگیره، ولی بعد از یک مدت دیگه این اثر خودش رو از دست میده و فرد باید هی مدام مقدار ماده مخدرش رو بالا ببره. یا کسایی که دیاسپام مصرف میکنن، اولش میگن ما خیلی خوب دیاسپام ما جواب میداد، بعد یه مدت میگن که هیچ تاثیر آنچنانی نداره و باید هی مقدارش رو بالا ببرن.
این اتفاق هم توی انسولین رزیستنت میفته به دلیل اینکه سطح انسولین که مدام بالا هست، بدن بهش سلولهای بدن باید به طور واقعی اینجوری باید بگیم که سلولهای بدن به اون انسولین مقاوم میشن. به این معنی که انسولین که میره در میزنه به هر سلول بدن که من الان یه گلوکوز دارم، من این قند هستش و این قند رو میخوام وارد سلول بکنی، شما باید استفادهش بکنی. سلول به دلیل اینکه مدام این هی قبلا به در دیواره سلولی کوبیده انسولین، دیگه مقاوم میشه به صدای انسولین. میگه من خیلی ممنون، من به اندازه کافی انسولین دارم، نیازی به اندازه کافی قند دارم، دیگه نیازی به قند ندارم. و این انسولین هی باید صدای خودش رو بالا و بالاتر ببره، هی محکمتر به در بکوبه و نتیجهش این میشه که سطح انسولین به طور مداوم هی بالا هستش. انسولین مزمن بالای خون عوارض جدی بر بدن تولید میکنه. انسولین یک هورمونی هستش که رشد دهنده هست و من میتونم به شما اطمینان بدم که توی یک فرد بالغ چیزی نیست که شما بخواید تو بدنتون رشد بدین. این احتمال سرطان‌های مختلف رو بالا میبره. مسئله دیگری که اتفاق میفته اینه که عروق بدن شما سفت میشه بر اثر سطح انسولین بالا. اون عروق انعطاف پذیری خودش رو از دست میده. یعنی عروقی که باید بسیار منعطف باشه و به راحتی منبسط و منقبض بشه، دیگه این فاکتور ازش گرفته میشه و یه حالت خشک ایجاد میشه و وقتی که این عروق سفت میشه، جریان خون به راحتی صورت نمیگیره، به قلب فشار میاد، فشار خون بالا میره و ارگان‌هایی از بدن دچار رنج میشن. به عنوان مثال اگر این عروقی که توی مغز ما هست دچار سفتی بشه و عروق اون شادابی و تراوت خودش رو دیگه نداشته باشه، باعث میشه که نوترینت های لازم، مواد مغذی لازم مثل زینک و منیزیم و پروتئین های مختلف نتونه به سلول های مغزی به راحتی برسه و همینطور موادی که بر اثر اتفاقات روزمره و کارهای روزمره مواد مزاحمی که تولید میشه نتونه بدن اینا رو تصفیه بکنه، به دلیلی که این عروق خیلی مهمه که بتونه خون رو ببره به مغز و بتونه برگردونه. حالا شما فکر کنین که این سیستم بردن و آوردن اختلال توش ایجاد بشه که معمولاً بر اثر سطح بالای انسولین ایجاد میشه. اتفاق دیگه ای که میفته اینه که سطح کلسترول بد یا سطح کلسترول اکسید شده رو بالا میبره و ایجاد بیماری‌های قلبی میکنه. نوروپاتی از مسائل دیگری هستش که به وجود میاد بر اثر این اتفاق. مثلا بعضی از مریضای من میگن که من پام دکتر داره یخ میزنه، همش انگار توی یخه. و مریض دیگری هم دارم میاد میگه که پام انگار تو آتیشه. اینا درسته که به ظاهر دو تا چیز مختلف هست، ولی فی الواقع یک مسئله رو دنبال میکنه که اینا نوروپاتی هستش و نوروپاتی در بسیار از موارد بر اثر سطح بالای انسولین خون به وجود میادش. مسائلی که دیگه سطح بالای انسولین خون ایجاد میکنه اینه که یک حالت پری دیابتیک یا قبل از دیابت هستش و یک حالتی هستش که فرد به مدت مثلا 10 سال 20 سال تو اون حالت قرار داره قبل از اینکه به حالت دیابت برسه. یعنی اون زمانی که فرد دیابتیک شده و به من پزشک مراجعه میکنه، معمولا سالهای بسیار بسیار طولانی هستش که تو اون بازه انسولین رزیستنت بوده و توجه بهش نشده. اگرم به پزشک میره میاد قند خونش رو تست میکنه و میگه خب این قند خون شما نرماله، نگاه نمیکنه به پشت پرده، اینکه پشت پرده چه اتفاقی داره میفته و غده پانکراس با چه شدتی داره کار میکنه و چرا انسولین بالا هست. و یکی از تست های بسیار بسیار مهمی که من انجام میدم
تقریبا برای اکثر مریض هام همین سطح انسولین هست و هرچی سطح انسولین پایین تر باشه بهتر هست و پیشگیری میکنه از بیماری های مزمن. از مسائلی که باعث میشه که فرد انسولین رزیستنت بشه یا سندروم متابولیک به وجود بیاد میشه عدم تحرک صحبت کرد که ما انسان مدرن تحرک کافی رو نداره. خواب، استرس هم رو اینها تاثیرگذار هستش، ولی مهمترین و پایه‌ای ترین نکته‌ای که انسولین رزیستنت یا سندروم متابولیک رو ایجاد میکنه تغذیه هست. غذای انسان مدرن، کسی که در دنیای فعلی زندگی میکنه، مملو از کربوهیدراته. به صورت اِوولوشنری، یعنی اگر از لحاظ سیر تکاملی که ما نگاه بکنیم، ما هرگز این مقداری از کربوهیدرات توی غذامون نبوده که توی 50 سال و یا 100 سال اخیر به وجود اومده و مصرف میشه. برای سالهای بسیار طولانی شما اگر میخواستین یک غذایی رو پیدا بکنین باید میومدین بیرون، فعالیت فیزیکی بسیار زیادی میکردین، باید میرفتین گشت و گذار میکردین تا بتونین اون غذای خودتون رو پیدا بکنین و اون فعالیت بدنی باعث میشد که شما ورزش بکنین و چون کربوهیدرات هم کم بود این اتفاق انسولین رزیستنت یا سطح بالای انسولین هم در بدن ما به وجود نمی اومد. اگر مشکلی، مسئله‌ای تغذیه‌ای باشه، متابولیک باشه، درمانش هم متابولیکه، درمانش هم تغذیه‌ای هست. اینجوری نیستش که شما بیاین پیش من پزشک و بگین که خب شما دکتر هستی، من الان این مشکل رو دارم و با یک انتظار داشته باشین که با یک قرص، با یک دارو، با یک آمپول این مشکل برطرف بشه. باید اگر میخواین به صورت ریشه‌ای مشکل رو درمان کنین، وارد ریشه ها بشیم و از ریشه ها اینو ما درمان بکنیم که قبلا هم براتون توضیح داده بودم. سقراط حدود 2500 سال پیش میگه که تمام بیماری ها از روده شروع میشه و ما امروز به اهمیت اون متوجه میشیم. میگه که all disease start in the gut و به همین دلیل هست که من طب کاربردی یا فانکشنال مدیسن رو کار میکنم و کسانی که طب کاربردی یا فانکشنال مدیسن کار میکنن به صورت ذاتی نوتریشنیست هستن، به صورت ذاتی متخصص تغذیه هستن، به دلیلی که میدونن تمام بیماری های مزمن ریشش توی تغذیه هست، ریشش توی روده هست و ما میریم از اون ریشه این مشکل رو حل میکنیم. نمیایم با این دارو یا اون دارو این مسئله رو ماسک بکنیم یا پوشش بدیم. و وقتی شما این کار رو میکنی، یعنی ماسک میکنی و سعی میکنی علامت ها رو از بین ببری، شما به اون مشکل اصلی دست نزدی، مشکل اصلی رو حل نکردی و اون مشکل اصلی به یک التهاب دیگری تو بدن ختم میشه و یک مسئله دیگری ایجاد میکنه و شما دوباره پزشک میری و اون میگه حالا بیا من این دارو رو برای این مشکل تو ما میدم. حالا ما اگر که صحبت کردیم در مورد سندروم متابولیک، اگر بخوایم در مورد راهکاری برای صحبت بکنیم که چطور ما میتونیم که سندروم متابولیک رو بهبود ببخشیم، میریم سراغ تغذیه بیمار و به این صورت برای بیمار صحبت میکنم که شما باید سطح کربوهیدرات های بد رو بیاری پایین، اهمیت بالایی بدی به پروتئین ها و چربی های خوب. ما چربی های بد هم داریم. شما وقتی که چربی های خوب رو مصرف میکنی، کربوهیدرات رو مقدارش رو میاری پایین و اولویت میدی به پروتئین، باعث میشه که به صورت واقعی سندروم متابولیک رو شما ریورس میکنی، یعنی شما برمیگردونی و دیگه نیازی به دارو یا درمانی نداری.
خب طبیعتاً تحرک هم خیلی مهم هست توی این قضیه که وقتی که شما ورزش و تحرک کافی داشته باشین خیلی کمک میکنه به کاهش سطح قند خون و پایین آوردن سطح انسولین. من معمولاً سعی میکنم یک مثالهایی رو هم ذکر بکنم از بیمارانی که روزمره میبینم که بتونم به صورت قابل لمس و عینی برای شما توضیح بدم. یک آقایی هستش که چند روز پیش من مراجعه میکنه. آقایی هستش که خب به ظاهرم وقتی نگاش میکنم فردی لاغر اندام هستش، اینجوری نیستش که چاق باشه، اینجوری نیستش که کسانی که سندروم متابولیک دارن حتما چاق هستن. آقای ال رو که سن 66 ساله هستش میاد با سردرد به من مراجعه میکنه و بعد از انجام آزمایش های خون و MRI به این نتیجه رسیدیم که ایشون یک مشکلی توی مغز هست به نام مننژوما. مننژوما یک توموری هستش که توی مغز رشد میکنه، بس خیلی خطرناک نیست ولی میتونه مشکل ساز باشه. یک تومور هست، یک سرطان هست و من میتونم به شما اطمینان بدم که دوست ندارین همچین چیزی توی بدن شما، تو مغز شما رشد بکنه. این به صورت مزمن میتونه عوارضی رو برای بدن ایجاد بکنه و وقتی که من ریپورت یا گزارش MRI شو که میخوندم، الان باز کرده بودم فایلشو، نکته جالبی که اینجا توی ریپورت برای من نوشته اینه که نوشته Moderate Chronic Small Vessel Ischemic Changes. ببین این حالا یک ریپورت خیلی بالایی هست ولی این یه قسمت تو بادی ریپورت اینو نوشته، من برای شما میگم که به ظاهر اهمیت زیادی نداره. یعنی مگه من به یک پزشک معمولی اینو بفرستم یا متخصص بفرستم میگن که خب آقا شما پیر شدی، این مهم نیست. این Moderate Chronic Small Vessel Ischemic Changes یعنی این عروق ریزی که داره به مغز میره، این عروق ریز که داره خون میبره، اکسیژن میبره، مواد غذایی رو میبره، فانکشن خودش رو از دست داده، به طور افیشنت نمیتونه مواد غذایی رو ببره و به همون نسبت نمیتونه مواد مزاحم از سلولهای مغزی برگرده. در طولانی مدت این مشکل منتهی میشه به مسائل نورودژنراتیو، پارکینسون، آلزایمر، کاهش حافظه بدن، کاهش حافظه مغز، کاهش ایجاد دمانس میکنه به دلیلی که سلولهای مغزی اون نیازهاشون برآورده نشده و به صورت بسیار آرام دارن از بین میرن. وقتی که سطح انسولینش رو من اندازه گرفتم، سطح انسولینش یه مقدار بالا بود، خیلی بالا نبود ولی یک مقدار بالا بود. بعضی موقع همون یک مقدار کمی که هم بالا باشه میتونه ایجاد عارضه بکنه برای بیمار. نکته‌ای که من با بیمار صحبت کردم این که شما داری به یک سلولهای غلطی تو بدنت غذا میدی. وقتی من صحبت کردم باهاش به من میگه دکتر من سویت توس دارم. سویت توس، اینا مثلا صحبتی که میکنن سویت توس یعنی دندون شیرین دارن، یعنی شیرینیجات رو دوست دارم، علاقه دارم مصرف بکنم. و این مسئله در طب غربی اصلا بهش پرداخته نمیشه. یعنی هیچ پزشکی نمیاد ازش در مورد مسائل تغذیه‌ای ازش سوال بکنه و این من بودم که باید میرفتم وارد میشدم و ریز به ریز مسائل تغذیه‌ای شو و اینکه چی داری میخوری، چه ساعتی از روز میخوری رو در می آوردم. و اتفاقی که تو این حال مریض داره میفته اینه که داره به یک سلول‌های غلطی تو مغزش غذا میده. مننژوما یک سلولی هست سرطانی هست، سلولی هست که مزاحمه و سوخت اصلیش گلوکوزه، سوخت اصلیش قنده. این نمیتونه از چربی استفاده بکنه این سلول‌های سرطانی
و فرد داره هی غذا میخوره به اونا میده. از اون طرف به دلیلی که سطح انسولین بالا هستش داره آسیب عروقی ایجاد میکنه به عروق و شریان هایی که تو مغز هستش. و وقتی که ما بریم این مسئله رو توی تغذیه بیمار درست بکنیم که من دارم باهاش کمک میکنم که این مسئله رو درست بکنیم، این مسئله بسیار بهتر میشه. یعنی اون سلول بد شروع میکنه به اولا شروع میکنه که جلوی رشدش رو ما میگیریم با تغذیه. دوما سعی میکنیم با روش هایی مثل اتوفاژی، مثل فستینگ یا روزه گرفتن، اینو ما سطحش رو سایز این سلول های توموری رو کوچیک بکنیم و از اون طرف عملکرد یا فانکشن اون عروق مغز رو بهبود ببخشیم. یه نکته‌ای که من الان به ذهنم رسید که یادم رفت این مورد به شما بگم اینه که این یکی از دلایلی که به من جدیداً مراجعه کردن این که لیپوما من دارم در میارم و به چندین سالی که من لیپوما دارم. قسمت‌های مختلفش یک سلول‌های چربی هست که شروع میکنه به رشد کردن و بزرگ شدن و بدخیم هم نیست. اینجوری نیست که آسیب جدی بزنه، شاید مثلا علاوه زیبایی مشکل باشه بیشتر، ولی من به مریض میگم که شما داری این سلول‌های چربی که داره رشد میکنه زیر پوست شما که بهش میگن لیپوما و سایزش داره بزرگ میشه، علتش از اون تغذیه شما هستش. و وقتی که من اون تغذیه شما رو درست بکنم این سلول ها دیگه رشد نمی کنن و احیانا میشه حتی اینا رو برگردون به حالت کوچکتر با روش هایی که ما صحبت خواهیم کرد در آینده. بنابراین یک مثال بود از هزاران مثالی که میشه زد. من سعی میکنم توی ویدیوهای بعدیم هم مثالهایی رو بیارم از بیمارانی که روزمره میبینم و برای شما توضیح بدم که چگونه تمام بیماری های مزمن همونطوری که سقراط گفت منشأش از روده هست و وقتی که شما اینو از منشأ درمان میکنی مشکل مزمن بیمار خود به خود برطرف میشه. یعنی من نمیام توی فانکشنال مدیسن اون بیماری رو به طور اختصاصی درمان میکنم، میام ایجاد سلامت میکنم و وقتی که ایجاد سلامت کردیم برای بیمار، اون بیماری مزمن به عنوان یک ساید ایفکت، به عنوان یک عارضه خودش پر میکشه و میره. امیدوارم که بتونم تاثیر مثبتی بذارم بر زندگی شما. تا ویدیو بعدی، بدرود.